داداش، خواهر، یه لحظه وایسا. قبل از اینکه رد شی، اگه تو هم دنبال یه راهکار قوی برای ازدواج موفقی یا داری دنبال یه دعای مجرب میگردی که کارتو راه بندازه، پس این ویدیو رو تا آخر ببین. تازه اگه هنوز سابسکرایب نکردی، همین الان دکمه قرمز رو بزن که بعداً نگی چرا دیر فهمیدم. خلاصه اگه دوست داری یه زندگی عاشقانه و آروم داشته باشی، پایش باش که قراره یه چیز خفن بهت بگم. ببین، تو ایران همیشه بزرگترا وقتی بحث ازدواج میشه سری دست میذارن رو دعا و قرآن و میگن که باید با توکل برید جلو. خب حقم دارن. خیلی‌ها وقتی یه چیزی گیرشون نمیاد از دعا کمک میگیرن. مثلا وقتی ماشینشون روشن نمیشه میگن یه صلوات بفرست روشن شه، یا وقتی امتحان دارن میگن یه سوره بخون که نمره خوب بگیری. حالا ازدواج که از همه اینا مهمتره، دیگه معلومه چقدر باید دعا کنیم، درسته؟ حالا اینجا یه سوره داریم که خیلی‌ها نمیدونن چقدر قوی و مجربه. سوره احزاب. یه سوره‌ای هم که واسه ازدواج خفنه، هم واسه بهتر شدن رابطه زناشویی. یعنی چی؟ یعنی اگه مجردی و دلت میخواد یه همسر خوب نصیبت بشه، یا اگه متأهلی و میخوای زندگیت عاشقانه تر بشه، این سوره بهجوری کارت رو راه میندازه. حالا قضیه چیه؟ سوره احزاب یه جوری درباره خانواده و روابط انسانی صحبت میکنه که انگار داره مستقیم به تو راهکار میده. توش کلی از زندگی پیامبر صلی الله و تعاملاتش با اطرافیانش گفته شده. پس اگه میخوای یه زندگی مثل زندگی پیامبر و حضرت خدیجه داشته باشی، این سوره رو باید توی زندگیت بیاری. حالا بعضیا میگن دعا و قرآن فقط یه چیز روحانیه، ولی نه عزیز. اینا فرمولایی هستن که اگه درست انجامشون بدی نتیجه میگیری. بذار یه چیزی بگم. یه بار یکی از دوستام اومد پیشم و گفت فلانی، چرا هر کاری میکنم خواستگار برام نمیاد؟ یا هر کی میاد یهو غیبش میزنه. گفتم دختر تو سوره احزاب خوندی؟ گفت نه. گفتم پس بشین بخون، ولی با اعتقاد، با دل، نه اینکه فقط ورد زبونت باشه. بعد یه مدت خودش اومد گفت که انگار یه موج جدیدی تو زندگیش افتاده. دیدگاهش عوض شده، آرامشش بیشتر شده. و جالب اینجاست که چند ماه بعدش یه خواستگار خیلی خوب اومد که از همه نظر عالی بود. حالا اینا اتفاقیه؟ نه داداش، اینا قانونه. این یه جور انرژی جذب خیره که تو با قرائت قرآن به خودت هدیه میدی. حالا چجوری بخونیم؟ این سوره رو بهتره روزای پنجشنبه و جمعه بخونی، چون این روزا تو فرهنگ دینی ما روزای پربرکتی هستن. بعدش هر روز 3 بار آیه 35 این سوره رو بخون و نیت کن. یادت نره که اینا فقط ورد نیست، بلکه یه تمرین ذهنیه که باعث میشه تو از درون آمادگی پیدا کنی. بعدش چی؟ بعدش توکل کن. یعنی چی؟ یعنی دست رو دست نذار و منتظر نشین که یهو معجزه بشه. نه عزیز، همزمان باید خودت هم بهترین ورژن خودت بشی. یعنی چی؟ یعنی خودتو بساز، شخصیتت رو قوی کن، تو اجتماع باش، مهارت جدید یاد بگیر، مهربون باش، به آدمای اطرافت محبت کن و مهمتر از همه یه دیدگاه مثبت داشته باش. خیلی از ما وقتی دعا میکنیم بعدش میشینیم منتظر که یهو یه چیزی از آسمون بیفته تو دامنمون، ولی اینطوری نیست. دعا مثل یه نقشه راهه، ولی باید خودت هم تو جاده حرکت کنی. حالا این سوره میتونه اون مسیریاب باشه که تو رو به مسیر درست هدایت میکنه، ولی اگه فقط مسیر رو بدونی و راه نیفتی، هیچی تغییر نمیکنه. راستی اگه متأهلی، این سوره رو با نیت برکت و عشق تو زندگیت بخون. خیلی از زن و شوهرای ایرانی بعد از چند سال زندگی حس میکنن اون عشق اولشون کم شده. میگن همسرمون دیگه مثل قبل نیست، یا میگن همش بحث و دعوا داریم. خب طبیعیه، زندگی بالا و پایین داره، ولی اینو بدون که قرآن مثل یه روانشناس خفنه که اگه به حرفاش گوش بدی میتونه زندگیت رو نجات بده. سوره احزاب پر از نکات ریزی هست که میتونی توش عمیق بشی و راه حل ناب پیدا کنی. خلاصه چی شد؟ سوره احزاب رو دست کم نگیر. اگه مجردی بخونش که انشاءالله راه ازدواج خوب برات باز بشه، اگه متأهلی بخونش که عشق و صمیمیت تو زندگیت بیشتر بشه، و از همه مهمتر بخونش که آرامش بگیری و حس کنی خدا همیشه کنارته. حالا که حسابی در مورد سوره احزاب و قدرتش حرف زدیم، بیا یکم عمیق‌تر بشیم و بریم سراغ چند تا نکته عملی که خیلی ازش غافل میشن. ببین داداش، خواهر، این سوره فقط یه سری کلمات و آیه‌های رو کاغذ نیست. این سوره یه جور راهنماست، یه جور مشاور الهی که اگه درست درکش کنی، میتونی زندگی عاطفی و ازدواجتو از این رو به اون رو کنی. حالا یه چیزی که خیلی از آدمای قدیمی ایران بهش اعتقاد داشتن اینه که هر چیزی که تو زندگیت با نیت شروع بشه یه جور دیگه جواب میده. حتما شنیدی که میگن نیت کن. وقتی یه لقمه غذا برمیداری، اگه نیت کنی که خدایا اینو میخورم که قوی بشم و تو راه خیر ازش استفاده کنم، همون لقمه انگار تاثیرش بیشتر میشه. حالا حساب کن، وقتی داری یه سوره قرآنی مثل احزاب رو میخونی، اگه نیتت قوی باشه چه معجزه‌ای تو زندگیت رخ میده.
اگه مجردی بیا اینو امتحان کن. هر شب قبل از خواب یه لیوان آب بذار کنار تختت. یه بار سوره احزاب رو بخون یا اگه فرصت نداری فقط آیه 35 رو چند بار تکرار کن. بعدش فوت کن تو اون لیوان آب و نیت کن که خدایا منو به کسی که لیاقتمو داره و خیر منه نزدیک کن. بعد اون آب رو بخور و بخواب. این کار رو به مدت 40 شب انجام بده و ببین چطور ذهنت، احساست و حتی شرایط زندگی تغییر میکنه. اینو یه سری از دوستام امتحان کردن و نتیجه گرفته بودن. یه دختره بود که میگفت هرچی خواستگار میومد انگار همشون یه مشکلی داشتن. یکی بیکاری، یکی اخلاق تند، یکی اهل زندگی نبود. خلاصه دیگه کم کم داشت قید ازدواج رو میزد. گفتم بیا این روش رو امتحان کن. از سوره احزاب کمک بگیر. نیت کن و این 40 شب رو با ایمان کامل برو جلو. بعد از 40 روز نه تنها شرایطش بهتر شد، بلکه یکی اومد تو زندگیش که انگار دقیقاً همونی بود که سالها دنبالش میگشت. حالا اینا جادوگری نیست، اینا همون قانون انرژی و دعاست که وقتی با دل و نیت صاف انجامش بدی جواب میگیری. اگه متأهلی یه روش دیگه هم هست که میتونه رابطه‌ات رو بهتر کنه. خیلی از زن و شوهرها بعد از چند سال زندگی اون عشق و علاقه اول ازدواجشون کم میشه، یا بهتره بگم بین روزمرگی‌ها و مشکلات یادشون میره که چطور باید عشق رو زنده نگه دارن. ببین توی زندگی زناشویی یه چیزی که خیلی مهمه اینه که چطور با همسرت ارتباط برقرار میکنی. تو ایران متاسفانه خیلی از زن و شوهرها بلد نیستن که چطوری با هم حرف بزنن. خیلی‌ها فکر میکنن عشق یعنی فقط خریدن کادوهای گرون قیمت یا اینکه سالگرد ازدواج رو یادشون نره، ولی عشق واقعی یعنی چطور همدیگر رو درک میکنید، چطور کنار هم آرامش دارید و چقدر هوای همدیگر رو دارید. یه کار خیلی قشنگی که میتونی بکنی اینه که هر شب قبل از خواب دست همسرت رو بگیری و با هم سوره احزاب رو بخونید. نه به عنوان یه وظیفه دینی، بلکه به عنوان یه تمرین روحی. سوره احزاب باعث میشه دلها به هم نزدیک‌تر بشن. یه خانومی بود که همیشه از شوهرش گلایه میکرد. میگفت دیگه مثل قبل نیست، دیگه بهم محبت نمیکنه. بهش گفتم بیا یه ماه این کارو انجام بده. هر شب که شوهرت خونه است قبل از خواب یه آیه از سوره احزاب رو با هم بخونید. حتی اگه یه آیه باشه مهم نیست، فقط نیتت این باشه که این کلمات الهی دلهاتون رو به هم نزدیک‌تر کنه. یه مدت که گذشت برگشت گفت انگار شوهرم دوباره همون آدم عاشق روزای اولمون شده. حالا به نظرت این معجزه نیست؟ یه چیز دیگه که خیلی تو فرهنگ ما رایجه اینه که بزرگترها همیشه میگن اگه یه دعا رو میخونی فقط نخون، بلکه از خدا بخوا، احساسش رو تو قلبت بیار. دقیقاً مثل وقتی که یه چیزی رو از صمیم قلب از یه نفر طلب میکنی. همینطور که یه بچه وقتی از باباش که اسباب بازی میخواد با تمام وجود التماس میکنه. باید وقتی دعا میکنی با همون شدت احساس از خدا بخوای. اون وقته که تاثیرش رو میبینی. یه تمرین خیلی خوبم هست که میتونی انجام بدی. هر روز صبح بعد از بیدار شدن قبل از اینکه گوشیتو چک کنی یا بری سراغ کارهای روزمره، یه آیه از سوره احزاب رو بخون. اینو مثل یه عادت توی زندگی جا بنداز. اولش شاید سخت باشه، ولی بعد از یه مدت میبینی که چقدر دیدگاهت به زندگی عوض شده، چقدر ذهنت آرومتر شده و چقدر موقعیت‌های بهتری تو زندگی برات پیش میاد. آخرش چی شد؟ همه اینا رو گفتم که بهت بگم سوره احزاب فقط یه سوره قرآنی نیست. این یه نسخه الهی برای بهتر شدن زندگی عاطفی و ازدواجت. فقط کافیه که باورش کنی، با نیت درست بخونیش و بعدش هم از خدا بخوای که راهتو باز کنه. این معجزه رو خیلی‌ها تجربه کردن. تو هم میتونی. حالا یه چیز خیلی مهم که تو ایران خیلی بهش توجه نمی‌کنن اینه که چطور از قرآن برای آرامش روحی و رفع مشکلات زندگی استفاده کنن. بعضیا فکر می‌کنن قرآن فقط واسه ختم و نمازهای واجبه، ولی نه داداش خواهر، قرآن یه نسخه کامل برای همه مشکلات زندگی، مخصوصاً ازدواج و زندگی زناشویی. یه نکته‌ای که خیلی‌ها بهش توجه ندارن اینه که وقتی سوره احزاب رو میخونی باید یه جورایی حالت مراقبه هم داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی بشینی یه جای آروم، حواست به هیچ چیز نباشه، گوشی رو بذاری کنار، فکرتو آزاد کنی و بعد با دقت و دل آیات رو بخونی. یه چیزی که خیلی تو فرهنگ ایرانی جا افتاده اینه که ما خیلی وقتی قرآن میخونیم فقط از رو میخونیم، ولی معنیش رو عمیق نمیشیم. حالا بیا یه بار متفاوت امتحان کن. هر آیه رو که میخونی معنیش رو توی ذهنت مرور کن، ببین خدا داره چی بهت میگه. حالا بیا یه چیز دیگر رو هم اضافه کنیم. توی زندگی روزمرمون یه عالمه انرژی منفی دور و برمونه، از مشکلات مالی گرفته تا بحث‌های خانوادگی تا حتی استرس کار و درس. اینا همه باعث میشه که ذهنمون پر از تنش و اضطراب بشه و این تنش‌ها تاثیر مستقیم میذاره روی روابط عاشقانه و ازدواج. حالا تو میتونی با خوندن سوره احزاب مثل یه انرژی مثبت بندازی تو زندگیت، یه حس خوب و آروم که کم کم شرایطو تغییر میده. یه نکته مهم دیگه اینه که وقتی سوره احزاب رو
برای ازدواج میخونی فقط منتظر نباش که یه معجزه رخ بده و فردای اون روز یه نفر در بزنه و بگه بیا بریم عقد کنیم. این سوره یه جور کانال انرژی ایجاد میکنه که تو رو به مسیر درست هدایت میکنه. یعنی ممکنه اول از درون خودت شروع کنه، ذهنتو آماده کنه، بعد شرایط اطرافتو تغییر بده، بعد آدمای جدید وارد زندگیت بشن. خلاصه اینو بدون که قرآن مثل یه سیستم عمل میکنه، نه یه چراغ جادو که یهو همه چی رو درست کنه. حالا بیا یه روش خاص رو هم امتحان کنیم. اگه هنوز ازدواج نکردی، یه دفترچه بردار و هر شب قبل از خواب آیه 35 سوره احزاب رو توش بنویس. بعدش کنارش بنویس که چه همسری رو میخوای، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، چی برات مهمه. این کار نه تنها ذهنتو مرتب میکنه، بلکه کم کم باعث میشه که نگاهت به رابطه و ازدواج تغییر کنه و تو رو به سمت آدمی که میخوای جذب کنه. اگه ازدواج کردی و میخوای رابطت بهتر بشه، یه کار دیگه بکن. یه چسب رنگی بگیر و یه جمله کلیدی از سوره احزاب رو بنویس و بچسبونش به جایی که هر روز ببینیش. مثلا میتونی این جمله رو بنویسی: ان الله یحب الذین یحبون بعضهم. البته این آیه نیست، ولی مفهوم کلی محبته. هر روز که این جمله رو بخونی، ناخودآگاه یادت میمونه که چطور با همسرت رفتار کنی و چطور رابطت رو قوی تر کنی. یه چیز دیگه هم که خیلی تو فرهنگ ما رایجه اینه که همیشه بزرگترها وقتی یه مشکلی پیش میاد سریع میگن یه نذری بکن. خب تو هم میتونی نذر کنی که مثلا اگه دعای سوره احزاب برات جواب داد، یه کاری برای بقیه انجام بدی. مثلا یه قرآن هدیه بدی به یه نفر، یا یه ناهار به یه نیازمند بدی، یا حتی یه صدقه کوچیک بندازی توی صندوق. این کارا باعث میشه برکت بیشتری تو زندگیت بیاد. حالا یه سوال دارم ازت. تو تا حالا تجربه‌ای با این سوره داشتی؟ چیزی شنیدی که تو رو تحت تاثیر قرار داده باشه؟ یا کسی رو میشناسی که این سوره رو تو زندگیش معجزه کرده باشه؟ تو کامنت‌ها برامون بنویس که بقیه هم استفاده کنن. حالا که این همه در مورد تاثیر سوره احزاب حرف زدیم، بیا یه کم دیگه وارد جزئیات بشیم و بریم سراغ تجربه‌های واقعی. یه چیزی که همیشه تو زندگی ما ایرانی‌ها بوده اینه که وقتی به یه مشکلی می‌خوریم دنبال راه حل‌های عملی می‌گردیم. خیلی وقتا وقتی یه نفر کاریش گیره، اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که بره پیش یه بزرگتر و بگه یه دعایی چیزی بلدی. حالا بعضیا میرن سراغ دعاهای دست‌نویس، بعضیا سراغ استخاره، ولی اونایی که واقعا نتیجه گرفتن همونایی هستن که مستقیم از قرآن کمک گرفتن. یکی از دوستام یه تجربه جالبی داشت. یه مدت میگفت که هر چقدر تلاش میکنه روابطش به یه جایی نمیرسه. یعنی چی؟ یعنی با یکی آشنا میشد، یه مدت همه چی خوب بود، ولی یه دفعه همه چی خراب میشد بدون اینکه دلیل خاصی داشته باشه. رفتم پیشش و گفتم تو چی کار کردی؟ تا حالا سوره احزاب رو خوندی؟ گفت آره، ولی فقط یه بار، اونم همینطوری. گفتم خب مشکل همینجاست. باید یه رابطه قلبی باهاش برقرار کنی، نه اینکه فقط از رو بخونی و رد بشی. بعد یه راهکار خاص بهش دادم. گفتم هر روز بعد از نماز 7 بار آیه 35 سوره احزاب رو بخون و بعد دستت رو روی قلبت بذار و از خدا بخوا که عشق واقعی رو وارد زندگیت کنه. بعدش هر شب قبل از خواب یه جمله از سوره رو بنویس و کنارش 3 تا از ویژگی‌های بنویس که دوست داری همسرت داشته باشه. این کارو یه مدت انجام داد و چند هفته بعد اومد گفت که زندگیش چقدر تغییر کرده. نه اینکه یهو ازدواج کنه، ولی روابطی که قبلا الکی خراب می‌شدن کم کم به تعادل رسیدن. آرامشش بیشتر شد و مهمتر از همه حس کرد که نگاهش به عشق و ازدواج خیلی پخته تر شده. اینو گفتم که بگم قرآن فقط یه دعا نیست که بگیری دستتو بگی خب بخونم ببینم چی میشه. نه عزیز، این یه ابزار قویه که اگه درست ازش استفاده کنی میتونه مسیر زندگیتون رو تغییر بده. حالا بیا یه تمرین عملی دیگه هم داشته باشیم. اگه توی زندگی زناشویی مشکلی داری، هر شب قبل از خواب یه شمع روشن کن، یه شمع سفید، چون تو فرهنگ ما رنگ سفید نشونه صلحه، و در کنار همسرت دعای پایانی سوره احزاب رو با نیت آرامش و عشق بخون. این کار هم یه جور مدیتیشن روحیه، هم باعث میشه انرژی مثبتی بینتون جریان پیدا کنه. یه خانمی رو میشناختم که بعد از چند سال زندگی مشترک حس میکرد دیگه همسرش مثل قبل عاشقش نیست. احساس میکرد اون محبت و احترامی که اوایل ازدواج داشتن کم شده. بهش گفتم بیا یه کار کن، یه قرآن بذار کنار تختت و هر شب قبل از خواب یه آیه از سوره احزاب رو بخون و بعد یه دعا برای همسرت بکن. اما یه شرط داره، باید این دعا از ته قلب باشه، باید واقعا بخوای که رابطتون قوی تر بشه. بعد یه مدت خودش اومد گفت که انگار شوهرم کم کم تغییر کرده. نمیگم یهو معجزه شد، ولی اون احساسی که فکر می‌کرد از بین رفته کم کم دوباره زنده شد.
یه چیز دیگه که بهش اعتقاد دارم اینه که نباید فقط دعا کنی و منتظر معجزه بشی. قرآن یه جور راهنمای عملیه. مثلا اگه سوره احزاب میگه که زن و شوهر باید به هم محبت کنن، این یعنی باید عملاً بری یه قدمی برای همسرت برداری، یه شاخه گل بگیری، یه پیام محبت آمیز بدی، یه وقتایی بدون دلیل یه کار قشنگ براش بکنی. اینا همون چیزایی هستن که یه رابطه رو زنده نگه می‌دارن. راستی تو ایران یه رسمی داریم که خیلی قشنگه. اونم اینه که وقتی یه دختر یا پسر دم بخته، مادرش یا مادر بزرگش میره یه سوره خاصی رو برای خوشبختیش ختم میکنه. تو خانواده یه مامان بزرگم همیشه میگه که برای هر کی سوره احزاب رو خونده، اون آدم یه ازدواج خوب نصیبش شده. حالا نمیدونم این یه اعتقاد قدیمیه یا یه تجربه واقعی، ولی چیزی که مسلمه اینه که قرآن همیشه برکت و خیر رو با خودش میاره. یه کار دیگه‌ای که میتونی بکنی اینه که وقتی داری دعا میکنی، بعد از خوندن سوره احزاب یه جمله مثبت در مورد زندگیت بگی. مثلا بگی خدایا من آمادم برای یه ازدواج خوب و پر از آرامش، یا خدایا عشق و محبت رو توی زندگی زناشویی من جاری کن. این جمله ها رو هر روز بگو، چون هم توی ناخودآگاهت اثر میذاره، هم انرژی های اطرافت رو تغییر میده. این چیزیه که تو قانون جذب هم هست، ولی خب خیلی از ماها از بچگی از قرآن این چیزا رو شنیدیم، فقط خیلی‌ها بهش دقت نکردن. خب دیگه چی؟ یه چیز مهم دیگه که خیلی از دخترها و پسرها ازش غافل میشن اینه که وقتی دارن دعا میکنن باید یه نیت قوی و روشن داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی نباید یه چیز کلی بگی که خدا یکی و سر راه هم بذار. خب چه کسی چه ویژگی هایی داشته باشه، ارزشاش چی باشه؟ وقتی سوره احزاب رو میخونی سعی کنی یه تصویر واضح تو ذهنت از اون چیزی که میخوای داشته باشی. اینطوری مسیر رسیدن به اون هدف خیلی شفافتر میشه. و در نهایت اگه تا اینجا یه ویدیو رو دیدی دمت گرم. یادت نره که این ویدیو رو لایک کنی، نظرتو تو کامنت ها برام بنویسی، و اگه هنوز سابسکرایب نکردی همین الان دکمه قرمز رو بزن، چون تو ویدیوهای بعدی قراره چیزای خاص‌تری بگم که شاید مسیر زندگی خیلی‌ها رو تغییر بده.